سلام چطوری؟ میگن در روزگاران قدیم یه روستایی بود که یه غذای خاصی درست میکردن و میخوردن، ترکیبی از برنج و ادویه و گوشت و یه سری حالا سبزیجات. بلا استثنا بعد از خوردن این غذا یه یبوست شدیدی میگرفتن، با یه سری راهکارهای درمانی که خودشون کشف کرده بودن و از در همسایه میپرسیدن و هی مداوم هم تست میکردن، یبوست رو برطرف میکردن. بعدش درگیر یک اسهال عفونی میشدن و دیگه خوب میشدن. اینا قوت قالبشون اون غذا بود، بیماری رایجشون هم همین بود. یه بار یه جوونی تو این روستا اومد گفت آقا چند سال این روند رو ما داریم؟ الان مثلا فکر کنم نزدیک 50-60 سال این روند رو داریم. به نظرتون یه جای کار نمیلنگه؟ یه عاقل بودن گفتن چرا؟ کجای کار میلنگه؟ گفت آقا ما این غذا احتمالاً یه مشکلی واسمون ایجاد میکنه، بیایم یه سری در واقع مخلفاتش رو اضافه و کم کنیم ببینیم مشکل از کجاست. فکر میکنید جواب چی شنید؟ یعنی واقعا فکر میکنید جواب چی شنید؟ همه متفق القول گفتن آقا چه کاریه؟ الان دستکاریش میکنی، یه مرض دیگه میگیریم، نمیفهمیم چمون میشه، ولش کن، بذار همین کاری که داریم میکنیم همین مرض هم در ازاش میگیریم، عوضش درمانشو بلدیم. پسرم یه دور فکر کرد راست میگه آقا، اومدیم و دستکاری کردیم یه داستانی پیش اومد، ولش کن. چند وقت بعد شد یه آدم غریبه اومد تو ده، دید آقا همشون هم اینجوری هن. یعنی اون غذا رو میخورن، یبوست اسهال فلان به اون ترتیب میره جلو. گفت که دوستان فکر نمی کنید این قضیه باید عوض شه؟ آخه نشد که شما یه غذایی رو میخورید بلافاصله بعدش یبوست و اسهال و هزار جور گیر و گرفتاری. این فرمولش رو باید عوض کنید. یه عده گفتن که آقا ما داوطلبیم، ما دیگه واقعا شاکی شدیم از این روال، داوطلبیم، بیایم بریم ببینیم چه جوری. اومدن برن و بقیه گفتن نریدا، ببین میری درد و مرض جدید میگیری، نمیفهمی چی شد، ما هم بلد نیستیم درمانش کنیم، خود دانیا. اینا گفتن نه ما میریم. یه عده موقعی که رفتن با این بابا که تست کنن که مشکلشون حل شه، ترسیدن، گفتن راست میگه آقا چه کاریه، ما یه عمر داریم اون غذا رو میخوریم، همون مرض هم میگیریم، همونجا هم درمان میشیم، آقا ولش کن. اینا برگشتن. یه عده قاطعانه با این بابا رفتن و این بابا اومد ادویه کم کرد، فلان کرد، اینجوری کرد اونجوری کرد و اینا. آخر سر فهمید که آقا آب اون رودخونه‌ای که اینا ازش آب میارن و کاراشو انجام میدن مسمومه. یعنی از اون رودخونه نباید آب اضافه کنن، وگرنه مواد مشکلی نداره، اصلا اون آب رودخونه است که یه داستانی داره. برگشت اومد به اینا گفت آقا مشکل از آب رودخونه است. متوجه میشید اینا؟ خیلیاشون مقاومت کردن. یعنی بحثشون این بود که اوکی اصلا مشکل از آب رودخونه است، بذار همین جوری بره جلو، تو رو خدا دستکاریش نکن، ما رو وارد یک وادی نکن که بلد نیستیم. در واقع بحثشون این بود اومدیم و دیگه مریض نشدیم، چیکار کنیم؟ اصلا کار ما اینه که این غذا رو بخوریم مریض شیم، اگر مریض نشیم اصلا کاری نداریم بکنیم. بقیه ما رو به عنوان یک آدمی که بیکاره میبینن، میدونی عادت کردیم ما اون آدمایی باشیم که این غذا رو میخوریم، روزگارمون هم میگذرونیم، یه تایمایی مریضیم، اون یبوست و اسهال رو داریم. یعنی از روستاهای دیگه میان ما رو نگاه میکنن، متوجه میشن که آقا اینا اگر کاری نمیکنن همون مریضیه رو گرفتن. الان اگه دیگه ما اون مریضیه رو نگیریم نمیدونیم باید چی کار کنیم، اون وقت خالیمون رو نمیدونیم باید چی کار کنیم. اون آدمه با خودش رفت تو فکر، گفت چه داستانیه واقعا. یعنی بنا رو من گذاشتم به حل کردن قضیه، اینا میگن مشکلمون رو اگر حل کنی ما دیگه بی مشکل میشیم، تو اون وقت خالیمون نمیدونیم باید چی کار کنیم. بگذاریم از این داستان. حکایت خیلی از ما هست. تقریبا میشه گفت تنها موجودی که تو جهان قابلیت الهام پذیری داره انسانه. یعنی میتونه تفکر کنه و با تفکر یک سری الهامات بهش برسه. حالا منبع و منشأ الهامو بعداً مفصل راجبش صحبت میکنیم. اما ما تماماً حاضریم که تقلید کنیم که یه وقت دردسری ایجاد نشه، یه وقت یه کار جدیدی نکنیم
که یه مرض جدیدی پیش بیاد که کسی بلد نباشه درمانش کنه. یه وقتی مرضمون خوب نشه بقیه بگن تو که خوب شدی چرا دیگه موفق نمیشی. میدونی؟ در واقع ما این الگوی الهام پذیری، تفکر نجات بخش، اینا رو کلن گذاشتیم کنار. یعنی عادت کردیم به این که همین جوریه دیگه، مریض باشیم تا درست شیم دیگه. یعنی قضیه اینجوری پیش میره واسمون. خیلی اوضاع بدی میشه اینجوری، خیلی. حالا بریم سراغ اونایی که با اون آدم غریبه جدا شدن و رفتن. اونا دیگه مریض نشدن. وقت اضافه شون رو گذاشتن رو این که یک روستای جدیدی بنا کنن. زمانی که مریض نبودن فکرشون کار کرد. الهاماتی اومد سراغشون. رفتن سراغ این که یه روستای جدیدی درست کنن. و این الگو شد الگوی برنده. اونا روستای آدمای سالم رو تشکیل دادن. آدمای موفق، آدمایی که حالشون خوبه. مردمان اون روستا قبلیه همونجوری مونده بودن. کارشون پیش نمیرفت. حالشون بد بود. نقل چیه؟ نقل اینه که اگه الان احساس میکنی گیر و گور داری تقلید میکنی از دیگران، داری از رو دست بقیه نگاه میکنی ببینی چی میشه. خودت منبع الهامی، اون قدرت الهام پذیری تو بالا ببر. میدونی؟ خیلی اوقات پیش میاد که مثلا کسب و کار طرف رشد نمیکنه، بعد داره از رو دست این و اون نگاه میکنه، شیوه‌های تبلیغی این و اون رو نگاه میکنه همه شبیه همن، بعد همه شبیه هم بدبختن. میدونی؟ یعنی عادت کردیم دیگه یه جوری شبیه به هم درگیر درد و مرض باشیم دور از جون. چرا؟ چون ادامه و درمانشو بلدیم. حداقل خودمون بلد نباشیم همسایه‌مون بلده. یعنی ما به شیوه دیگران گند میزنیم. چرا؟ چون اونها بلدن چجوری درمان میشه. اصلا خیلی احمقانه است نیست؟ فکر کن مثلا شما نگاه میکنی ببینی یارو چجوری داره کثافت میکشه به زندگیش، همون جوری بری. چرا؟ چون اگر خارج از عرف یه اتفاقی بیفته اون بلده، پس بنابراین برات میگردونه به همون کثافتی که بوده. چه مدل زندگیه؟ نه همش شده تقلید. یعنی هیچ کسی دیگه خلق نمیکنه. هیچ کسی دنبال الهام پذیری نیست. عقل بایپس تموم شد. و چه مدل کاره؟ میدونی؟ بکنیم کلکو. یه پوشی رو خودت بذار، یه فکرآوری بکن، یه الهام پذیری داشته باش، واسه فردا صبح مثلا دنیا رو یه جور دیگه شروع کن. همون مرضایی که تا دیروز میگرفتی و دیگه نگیر چون درمانشو بلدی. و چه کاریه؟ وقتتو آزاد کن. تو اون وقت آزادت اصلا هیچ کاری هم نکن، حداقل درگیر حل کردن مشکلات نباش. اینه به نظرم. میدونی؟ یعنی مثلا آقا وقت آزاد، اگه مرض نداشته باشم، بیمار نباشم، وقت آزاد دارم. خب وقت آزاد سلامت بهتر از وقت آزاد بیماره. این به نظرم گزینه خوبیه. گفتم که بیام یه داستانی واسهتون تعریف کنم، شاید یه جرقه‌ای تو ذهنتون بخوره. مخلص شمایی.